برای درست کردن این عروسک به 2 تا در بطری نیاز داریم که دقیقاً مطابق ویدیو به هم چسبشون میزنیم. روی پارچه یه دایره به قطر 10 سانت میکشیم و برش میزنیم. بعدش هم دور تا دورش رو کوک میزنیم و جمع میکنیم. در بطری رو قرارش میدیم داخل پارچه و تا جایی که جا داره میکشیم و گره میزنیم. از این تورای تزئینی استفاده میکنیم. به اندازه 30 سانت برش میدیم و این قسمت رو یه دوخ میزنیم. بعدش هم دور تا دورش رو چین میدیم و جمع میکنیم. این قسمت رو دور تا دور چسب میزنیم و تو رو به صورت کامل میچسبونیم این شکلی. برای سر عروسک یه دایره به قطر 6 سانت برش میزنیم. من از پارچه فلزیت استفاده کردم. شما از جوب پارزین کرم رنگ هم میتونید استفاده کنید. دور تا دورش رو کوک میزنیم و جمع میکنیم. داخلش رو پر از الیاف میکنیم و گره میزنیم. اینم از سر عروسک خوشگلمون. برای موهای عروسک از یه مربع 12 سانتی استفاده میکنیم. اگه از کانوای ضخیم استفاده میکنید 30 دور و اگه از کانوای نازک استفاده میکنید 60 دور بپیچین دور مربع. بعدش هم از یه تیکه کانوای دیگه استفاده میکنیم و به صورت کامل این کانوا رو جمع میکنیم و گره میزنیم. بعد از اینکه یه سمت رو گره زدیم سمت دیگر رو قیچی میکنیم. چتریای عروسک هم دقیقاً مثل مرحله قبلی انجام میدیم، با این تفاوت که اگه از کانوای ضخیم استفاده میکنید 15 دور و اگه از کانوای نازک استفاده میکنید 30 دور بپیچین دور انگشت اشاره. برای دست و پاهای عروسک از کنف استفاده میکنیم که من هم کنف کرم رنگ و نازک و هم این کنف که ضخیم‌تر و سفید رنگ رو تست کردم و به نظرم این بهتر بود. باز شما طبق سلیقه از هر مدل کنفی که دلتون بخواد میتونید استفاده کنید. به 15 سانت کنف برای دست عروسک و 20 سانت کنف برای پای عروسک نیاز داریم که دو سمتش رو این شکلی گره میزنیم. بعدش هم طبق ویدیو به صورت نیم دایره دست و پاشو میچسبونیم. برای چسبوندن موهای عروسک دقیقاً طبق ویدیو یه قسمتی از سرش رو چسب میزنیم، موها رو میچسبونیم، بعدش به صورت کامل جمعشون میکنیم به سمت بالا و بعدش از یه تیکه کانوای دیگه استفاده میکنیم و گره میزنیم. یه کوچولو این قسمت‌های کناری رو چسب میزنیم که ثابت بمونن. بعدش هم موهاشو مرتب و قیچی میکنیم. اینم از موهای عروسک خوشگلمون. حالا بریم چتریاشو بچسبونیم. همونطور که میبینید من سر عروسک رو چسبوندم و برای خوشگل‌تر شدنش از این نواره تزئینی استفاده کردم برای دور گردنش و قسمت بالایی موهاش که شما از مروارید هم میتونید استفاده کنید. برای کشیدن چشمای عروسک حتما اول مدل چشمی که دوست دارید و برای عروسکتون با استفاده از خودکار حرارتی بکشید و بعدش با استفاده از قلم راپید پررنگش کنید. بعد از اینکه اجزای صورت عروسک رو کشیدیم میریم سراغ رژگونه. این از عروسک خوشگلمون. ممنون که حمایت میکنید. دوست قشنگم، لایک و سیو و شیر یادت نره.